كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. آیا تا حالا شده که تنها جای سفر رفته باشید؟ به جایی که تا حالا پا نگذاشته باشید، به سرزمینی که نه سفر قبلی اونجا داشتید، نه دوست و آشنایی اونجا است که از شما استقبال کنه و نه آدرس درستی اونجا دارید که بدونید کجا برید و نه نقشه‌ای در دست شماست که بتونید از طریق اون نقشه راهتون رو پیدا کنید و مخصوصا که مجبور هم باشید اونجا برید. فقط میدونید اونجا باید برید، به دنبال یک شخصی یا یک مکانی بگردید، باید دل بکنید از خونه، از خانواده، از فامیل، از دوستان و آشنایان. بار سفر بردارید و برید. سفر کردن سخته. دور شدن از خانه و خانواده و دل کندن از دوستان و احباب کار آسونه نیست. عزیزانی که غربت رو چشیدن بهتر میفهمن که من چی میگم. سفر در ذات خودش تلخی داره، مشکلات داره، سختی ها داره. بالا اینکه سفر به همراه دوستان و آشنایان باشه و بالا اینکه این سفر در راهی باشه که انسان دوست داره اون راه رو و اون مسیر رو و خودش انتخاب کرده باشه. سفرهای اجباری سختیاش، مشکلاتش خیلی بیشتره. سفر آخرت یک سفر اجباریه. سفر آخرت سفریه که ما تنها باید بریم، سفریه که ما تا به حال نرفتیم، سفریه که ما از مسیر اون سفر اطلاعمون کمه و اون مسیر ترسناکیه. اون مسیر هرچند برای ما واضح شده خیلی از ابعادش، اما اعمال ماست که مسیر رو برای ما مشخص میکنه و کردار ماست و عبادتهای ماست که سرنوشت ما رو رقم میزنه در این سفر. اولین ایستگاه قبر جای تنگ و تاریک و ترسناکی خواهد بود و ساکن شدن در اون خونه و دل کندن از دنیا، تنها موندن برامون سخت خواهد بود. مثلا گهگداری تو خونه، داخل خونه خودش هم که باشه، گهگداری که در بسته است به هر دلیلی نتونه بره بیرون، شاید بترسه از این که دشمنی دور بر محاصره کرده، شاید نمیخواد فعلا آفتابی بشه، شاید سرما اجازه نمیده، شاید چه گوشه‌ای وقتی که محصور میشه خیلی سخت میذاره براش. ولی اینکه دور بر انسان‌های دیگری هم باشن، انسان تو یک شهری احیانا غریب، انسان‌های زیادی هم دور برش هستن اما سخت میگذره براش. وقتی که انسان در قبر میمونه، در قبر نه کسی به همراه ماست و نه کسی با ما صحبت خواهد کرد و نه خبری داریم از دور بر. اونجا فقط یک چیز به درد ما میخوره و اون هم احوال ماست. پیامبر فرمود 3 چیز انسان رو تا قبرش همراهی میکنن، 2 چیز بر میگردن و 1 چیز همراهش میمونه. خانوادهش باش میرن، اموالش باش میرن و عبادتاش. خانواده و اموالش بر میگردن، فقط عبادتهای ما با ما در داخل قبر خواهد موند. ما در قبر زندگی طولانی خواهیم داشت. در اون خونه سالها، قرنها و شاید هزاران سال باید زندگی کنیم. سفر آخرت رو همچنان داریم با شما پیگیری میکنیم با کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. جناب مولانا خیلی مقدم عرض میکنم. تشکر. الحمدلله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الآية. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه سفر آخرت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و همچنین خدمت جناب استاد بزرگوار استاد سلیمانی صاحب عرض ادب و سلام و احترام در خدمت شما جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا، قبر خانه آینده ما، چند سال بعد اونجا باشیم؟ چند صد سال؟ چند هزار سال؟ تا کی بعد داخل قبر بمانیم؟ و بعد از اینکه از دنیا خارج شدیم تا کی داخل خونه دوم یعنی قبر میمانیم؟ تا بعد از اونجا کجا میریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که در روایات آمده، این اول منزل القبر اول منزل من منازل الاخره، اولین منزل از منزل‌های آخرت قبر. و تا چی وقت در اینجا میمانیم؟ الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه به دنیا خاتمه میده، یعنی قیامت صغرا در جلسه های گذشته بیان کردیم که کسی مرد فقط قامت قیامته، یعنی قیامت صغرا. به انسانی که مرد قیامت برپا شد، قیامت صغرا، قیامت کوچک. و انسان ها داخل قبر هستند تا زمانی که قیامت کبرا، یعنی دمیدن سور، که این همه دنیا که ما و شما میبینیم، همه آسمان، زمین، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت میشه، این آسمان به هم میریزه، زمین به هم میریزه و تکون الجبال کالعهن المنفوش میشه. این سور که دمیده شد همه از بین میرن، که بعدا اونجی ندای لمن الملک ده سر داده میشه، لمن الملک اليوم. بعد از سور اول سور دوم داده میشه. سور اول که دنیا کلن خراب میشه، سور دوم دوباره دمیده میشه. سور دمیده شد نظر به نص که در آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید: و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا ان شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. بعد از این سور دیگری، سور دوم داده میشه. قیامت که برپا شد، یعنی قیامت کبرا، انسان ها از قبر برانگیخته میشن و صحرای محشر میشه، و که بعدا برنامه های صحرای محشر آغاز میشه که انشالله به برنامه های بعدی روز قیامت اشاره میکنیم. جناب مولانا، حالا همین جریان قیامت که فرمودید وقتی که قیامت برپا میشه سور دمیده میشه، خب آیا نشانه هایی برای برپای قیامت در آیات و روایات ذکر شده که تا حدودی بشه مثلا تشخیص داد که نزدیک شده قیامت و اون لحظه‌ای که قبرها دیگه باید باز بشن و مرده ها برن بیرون و طبیعتاً کسایی هم که زنده هستن اینا هم به جمع اموات میپیوندن و از دنیا میرن؟ آیا نشانه هایی از قیامت در آیات و روایات وارد شده که ما بهتر بتونیم تشخیص بدیم نزدیکی اون رو؟ ارتباط به برپا شدن قیامت که آیه صراحتاً اشاره میکنه که یسألونک عن الساعة ایان مرساها. وقتی که از قیامت از تو سوال میشه پیامبر، بگو که از این جریان مواقف نیم. حتی پیامبران که خیر، ملائکه مقرب که وظیفه دمیدن سور مثلا به دوش حضرت اسرافیله، حضرت اسرافیل هم نمیفهمه که قیامت کبرا چی وقت برپا میشه. به خاطر چی؟
چون وقتی که در حدیث جبرئیل ما و شما میخوانیم که حضرت جبرئیل میآید محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایمان و از اخلاص و از احسان و از اینها پرسان میکنه تا میرسه جریان قیامت. وقتی که از ساعه از قیامت پرسان میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما المسئول عنها من السائل. سوال شده آگاه‌تر از سوال کننده نیست. یعنی من هم نمیدانم و تو هم که سوال میکنی نمیدانی. یعنی ما و تو به نتیجه نمیرسیم اگر در این قضیه. جبرئیل علیه السلام که جبرئیل علیه السلام مقرب‌ترین فرشته از برپا شدن قیامت واقع که دقیق چه موقعی برپا میشه. ولی نشانه ها و علاماتی که هم قیامت میتونیم بگیم که علامات صغرای قیامت و علامات کبرای قیامت در روایات و در احادیث بیان شده. قبل از اینکه من علامات صغرا یا کبرا رو بیان کنم، خب چرا این روز به این عظمت و به این بزرگی و به این روزی که بسیار مهمه چرا مخفی مانده؟ با این همه جای سوال خودش چرا مخفی مانده؟ به خاطر اینکه چیزهایی که پوشیده شده مثل مرگ و مثل قیامت و اینها، اولی و حکمت در از اینه که انسان به هر درجه‌ای که باشه نسبت به پروردگار عالم باید عجز و عاجزی داشته باشه. یعنی پیامبرم هست بازم نمیدانه، جبرئیل بازم نمیدانه. کی میدانه؟ خدا میدانه. یه عظمت و بزرگی پروردگار عالم نسبت به همه نشان میده. نمیشه که علم جبرئیل مثل علم خدا باشه، علم پیامبر مثل علم خدا باشه. خدای تبارک و تعالی مایه قدرت نمایی کنه، نشان بده که او چیزی که من میفهمم نه جبرئیل میفهمه که بهترین ملک مقربه و نه پیامبر عظیم الشان که بهترین پیامبره، نه این میفهمه. وقتی این دو نفر نفهمن به طریق اول هیچ کسی دیگه نمیفهمن و نمیدانن. این الله سبحانه و تعالی مایه عجز و عاجزی تمام مخلوق خود نشان بده، قدرت نمایی کنه. این برای پروردگار عالم میزیبه، دیگه به هیچ کس نمیزیبه. در مقابل الله جبرئیل هم عاجزه، پیامبران هم عاجزن، دیگه انسان ها کو به طریق اولا. حکمت دیگر از اینه که قیامت، مرگ، بعضی مسائلی که پنهان شده اینه که همین لحظه شاید قیامت برپا بشه، یا صغرا یا کبرا. همین لحظه مرگ شاید بسرا، تا اینکه انسان ها همیشه آماده گوش به زنگ باشن، متوجه باشن. شما ببینیم عزیزانی که به حج رفته باشن، به کاروان حج مثلا از مکه مکرمه تا منو و عرفات و مزدلفه که حجاج رو میبره، میگه که آماده باشیم که حرکت میکنیم. بعضی از کاروان ها نمیگن که چی ساعتی حرکت میکنیم، میگن حرکت میکنیم میریم. در روز هفتم یا هشتم مراسم، چون حجاج نمیفهمن چی ساعتی حرکت میشه، یا 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد، 4-5 ساعت قبل از او احرام بسته میشه، آماده میشن، هیچ طرفی نمیرن. چرا نمیری برادر عزیز؟ بریم یک طوافی بکنیم. حرکت میشه، کاروان میای حرکت میکنه، آمادگی میگیرن. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما وقتی که اینها پنهان گذاشته، قیامت صغرا که موت باشه یا قیامت کبرا که سورده میده میشه و اینها، تا ای که ما هر لحظه آماده رفتن به سوی پروردگار عالم باشیم. چه زیباست که چرا ما رو نگه ما میدونستیم که کی از دنیا میریم و میمیریم، چه بسا که این خودش سبب میشد که ما بر گناه جریتر بشیم. میگفتیم خب مثلا 10 سال بعد زنده ایم، 15 سال بعد زنده ایم، همون 1 سال آخر آدم میشیم، توبه میکنیم، حج میریم و یک روز، یک هفته آخر حتی شاید میگذشت. و این سبب میشد که ما از نعمت عبادت محروم میشدیم
فساد دنیا و به ذلت گناه و معصیت گرفتار می شدیم و دیگه نظم و نظام دنیا به هم میریخت. نظم و نظام دنیا امروز خیلی از انسان ها در دنیا جنایت نمیکنه از ترس پروردگار عالم که می لازم من جنایت کنم، ظلم کنم، مرگ به سراغ من میآید و من از دنیا میرم. شاید وضعیت خیلی خطرناکه. دیگه در این قسمت این حکمت پنهان قیامته و بیشتر و بیشترتر امو توجیه اوله که الله سبحانه و تعالی فقط مایه نشان بده که علمی که کامله علم پروردگار عالم، علم کامل علم پروردگار عالمه. در غیر الله سبحانه و تعالی نه جبرئیل علم کامل داره، نه انبیاء علیهم السلام از همه چیز واقف، انبیاء هم از همه چیز واقف نیان، ملائکه هم واقف نیه، هیچ کس واقف نیه غیر از ذات اقدس الهی. در روایات میاره که علامات قیامت که یک علامت صغرای و یک علامت کبرا، که اکثر علامت های صغرای قیامت امروز آمده. علامات صغرای قیامت ما دیدیم چشم سر و میبینیم. از جمله علامت های صغرا خود بعثت نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اینو در روایات ذکر شده. در روایات همین که پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان پیامبر و پیامبری مبعوث میشن، از آیاتی که بر اینا نازل میشه یک آیه اقتربت الساعه، قیامت نزدیکه. همین که خاتم النبیین و این که گفته شده قیامت نزدیکه، شاید سوال در ذهن بیننده ها بیایه که 1400 سال پیش گفته شد اقتربت الساعه، ایشته نزدیکی بود که هنوز نرسید و خدا بهتر میفهم شاید 1000 سال بعد برسه، شاید چندین هزار سال بعد برسه، بیشتر یا کمتر. این چگونه بزرگان ارتباط به این مسئله جواب میدن که قیامت که نزدیکه در علم پروردگار نزدیکه. یک توجیه دوم که محدثین و مفسرین اشاره میکنن، مفسرین میفرماین که از عمر دنیا چون اکثر از او رفته و اقلی و مانده، به این واسطه اقتربت الساعه گفته شده. مثلا اگر یک عدد، مثلا عدد 50 کسی بگیره و از این عدد به 45 برسه، تمام شده. 5 دیگه مانده، به 40 برسه 10 دیگه مانده. اکثر گذشته نزدیک شدیم به چی؟ پایان. به پایان که 50 باشه. ولی اینکه 5 تا هم زیاد باشه. در این قسمت گفته شده اقتربت الساعه، قیامت نزدیکه و نزدیکی قیامت هم از بعثت نبی کریم صلی الله علیه وسلم و هم از فوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم. و همچنین در روایات اینها آمده که در نزدیکی قیامت فحشا و منکرات زیاد میشه، کارهای زشت و ناروا. امروز میبینیم که در هر گوشه، اگر در رسانه‌های، در تلویزیون‌های، در کوچه و بازار و بالاخره در اکثر کشورها و اینها شروع شده به فحشا و منکرات و به زشتی‌ها و به اینها. و همچنین صله رحم قطع میشه، صله رحم کمتر به جا میشه. از جمله علامت‌های صغرای من سریعتر میگذارم علامت‌ها چون میشه وقت برای ما اجازه نده. در روایت ها میاره که خیانتکار امین میشه و امین خیانتکار معرفی میشه. یعنی یک انسان امینی به جامعه او خیلی قبول ندارن، خائن میدونن و خائن به عنوان امین، دوست و امین و نجات معرفی میشه. و همچنین انسان صادق راستگو او کاذب میدانن و انسان‌های کاذب صادق میدانن. این از جمله علامت‌های صغرای قیامته. در روایات آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که زمانی میایه در آخر الزمان و نزدیک زنانی که کاسیاتون آریاتون سر تا پا پوشیده ان ولی لخت و برهنه ان. صحابه عرض کردن که اونا کینن؟ گفتن لباس چسب میپوشن و لباس نازک که امروزه میبینیم نمایان شده در بین جامعه و اینها. و همچنین زنهایی که موهای خود مثل کوهان شتر پشت سر میبندن از جمله علامت‌های قیامت هستند. و در روایات میاره که از جمله علامت
قیامت صغرا اینه که زنان مسلمان خدمه برای کافر میشن، که امروزه متاسفانه جناب استاد سلیمانی صاحب وقتی که آدم میبینه که دختر مسلمان، زن مسلمان در یک مؤسسه خارجی زیر دست خارجی ها یا در حتی بالاخره در دفاتر خارجی یک دختر مسلمان که او با هوش مسلمان بزرگ شده کار میکنه، یا از جمله علامت های قیامت گفته شده. برکت از وقت میره که امروزه میبینیم، همین تا نگاه میکنیم میگم جمعه آمد، شنبه شد باز جمعه شد، شنبه شد جمعه شد، سال و ماه و اینها هیچ کس نمیفهمه، وقت برکت نداره. همچنین در میزان ها نقص پیدا میشه. علامات زیادیه که زکات درست پرداخته نمیشه، عدم حکم به کتاب الله میشه، رفع علم کم میشه، جهل زیاد میشه، انتشار زنا، انتشار شرب خمر و خلاصه یتطاولون فی البنیان که در روایت آمده مسابقه میدن به یکی 5 منزل ساخته باشه، یکی دیگه 6 منزل بسازه و بالاخره زیاد میشه. همه اینها و انتلد الامة ربتها، این که مادر بیایه یک کنیز بیایه آزاد بزایه، چون در حدیث ایت تعبیر شده. و امروزه میبینیم مادرها نشسته خدمت میکنه، دخترها بلند بالا می نشینه بدون کار، بدون یا در کوچه و بازار و خیابان ها میره و میایه. خلاصه دختره که آمر بر مادر شده در بسیاری از جاها، در حالتی که مادر آمره و دختر مأموره بعد او اطاعت کنه. و کثرت المال، مال زیاد میشه در آخر زمان، پول و سرمایه و اینها. میبینیم اشخاصی که از کوها پایین میشن و انسانهایی که هیچ نداشتن و امروز سرمایه دار میشه. این از جمله علامت های قیامته. و زخرف المساجد، مسجد ها مزین میشه، مفشن میشه، بالاخره تجملات در مساجد زیاد میشه. ان یکون الامر بالنساء، امر به دست زنها داده میشه، زنها آمر میشن، یعنی به پست و به مقام و به اینها میرسن، یعنی به عنوان والی و قماندان و فلان و فلان و فلان و اینها که از جمله علامت های فرماندار میشن. و به خاطری که زیاده خلاصه کنیم کثرت الطلاق، در آخر زمان طلاق زیاد میشه. اینا از جمله علامت های صغرای قیامت بود که در این زمان ما و شما مشاهده میکنیم و میبینیم که بسیاری از اینها امروزه شده. علامات کبرای قیامت که به طور خلاصه و فشرده، چون از اینا هر کدوم از اینا اگه ما بخوایم بحث کنیم هر کدام از اینها وقت زیاد میخواد، به طور خلاصه و فشرده علامات کبرا هنوز نیامده. علامات کبرا که آمد، بعد از علامات کبرا همون نفخ سور میشه و سور دمیده میشه. از جمله علامات کبرای قیامت طلوع شمس از طرف مغربه. خورشیدی که هر روز از مشرق طلوع میکنه یا از مغرب طلوع میکنه. وقتی که از مغرب طلوع کرد، ما لم ان الله يقبل توبه العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع نکنه توبه قبول میشه. این از جمله علامات کبرایه که انسان ها یک لحظه متوجه میشن که خورشید از مغرب طلوع کرد و دروازه توبه در اون لحظه بند میشه و بسته میشه و یک حرکت کل زمین کلا برعکس میشه. اصلا همون که عکس میشه والله اعلم نشانه های قیامته که باید از این نشان میده که باید که اینها همه ویران بشه، از بین بره. خروج دابه که دابه الارض گفته شده بیرون میشه و دنیا رو میگرده. قرآن کریم هم بهش اشاره شده در قرآن عظیم الشان. و خروج دجال که واقعا فتنه بزرگیه که واقعا اگر سر از زیر بحث بکنیم خیلی وقت میخواد. خلاصی و همینه که پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه میگفتن همه انبیا امت خور از خروج دجال میترسان ولی در امت مظهور میکنه و میگفتن اگر این در زمان مظهور کرد بیرون شد هیچ کس از خانه خو بیرون نشه، ما با او مبارزه میکنم. و پریشان بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که میگفتن این در امت ما میآید و فتنه بسیار بزرگیه، بسیار فتنه بزرگیه که نشونی های رسول الله صلی الله علیه و سلم دادن که یک چشم داره و انسان ها
وقتی که دعوت میکنه این مردی هست بالاخره او چیزی که او خیر به انسان ها نشان میده در حقیقت شر و شری که او داره در حقیقت خیره. یک انسان ظالم و فاجر و فاسق، انسانیه که همه انسان ها رو بدبخت میکنه مثل خود. خداوند هم این اختیارات من داده به خاطر آزمایش به خاطر آزمایش الهیه. و در حدیث هم میاره که یک جوان مسلمان در مقابل از او ایستاد میشه، هر چی میگه من خدایم، اون میگه نه تو دجالی. نشانیات رسول الله صلی الله علیه و آله دادن تو، چون دجال در دنیا وقتی که میایه یک روزش برابر یک ساله، یک روزش برابر یک ماهه، یک روزش برابر یک هفته و یه متبقی 37 روز دیگه مطابق مثل همین روزهای که 40 روز در روی زمین کل دنیا رو میگرده و به دست حضرت عیسی علیه السلام کشته میشه و از بین میره، که از جمله علامت های کبرای قیامت نزول حضرت عیسی علیه السلام که دجال را از بین میبرن. و خلاصه علامت های کبرای قیامت اینهایی که بعد از اینها یک ریح، یک بادی الله سبحانه و تعالی میوزه که او باد به مشام همه مؤمنین که میرسه، اونها جان میدن و از دنیا میرن و دنیا از مؤمنین خالی میشه و به لقاء الله میپیوندن. در اون لحظه چون در حدیث میاره که لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت برپا نمیشه مگر بر سر بدترین انسانات، چون قیامت عذابه برای کفاره. اونجی و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه از بین میرن، مرگ به سراغ همه میایه. ثم نفخ فی اخرى، باز سور دومی دمیده میشه. فاذا هم قیام ینظرون، و انسان ها بعد از سور دومی حرکت میکنن که روز رستاخیزه، صحرای محشره که انشاءالله با برنامه های بعدی ارتباط به حشر و محشر و اینها انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم جناب مولانا. ما بینندگان عزیزم جوری که جناب مولانا فرمودن، علامات صغری و علامات کبرای قیامت از اونجایی که خب بحث بسیار مفصلی است و نیاز داره که برنامه خاص خودش رو داشته باشه و ما در برنامه سفر آخرت بیشتر قصد و غرض ما پرداختن به موضوعاتی است که ما بعد از مرگ با اون مواجه هستیم و این موضوعات در حیات انسان ها اتفاق میفته، یعنی در زمین نه در قبر. اینا خارج از قبر روی زمین و انسانایی که زنده هستن اینها رو میبینن. اینها رو ما همونجوری که جناب اشاره کردن فقط بهش گذرا میگذاریم و بیشتر برمیگردیم به جریان خارج شدن یک مرده از قبر در روز قیامت و ان شاءالله در برنامه‌های بعدی. خیلی ممنونم جناب مولانا، صحبت آخر شما با بینندگان عزیز. تشکر. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده که ما علامات صغری و کبرای قیامت رو بدانیم و این علامات صغرایی که بیان شد الله سبحانه و تعالی همه خواهر و برادر ما حفظ بفرماید. آمین. تشکر میکنم از حضور شما بینندگان عزیز، پایگیرنده‌هاتون تا آخرین لحظه این برنامه و امیدواریم که الله تعالی ما را از همه فتنه‌ها در امان داشته باشه و کسانی رو که از دنیا رفتن از آزمایشات و مصیبت‌هایی که در مسیر زندگی اونهاست در برزخ در روز قیامت، همین ما و شما رو در اون روز و همراه اونها محفوظ بداره با فضل و احسان خودش. و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارشون.